با سلام و درود خدمت مشتری همکارای عزیز ماشین داستر مراجعه کردن بابت شستشوی کاتالیزور ماشینشون. این نکته که هستش، این ماشین نه کاتالیزورش خراب بوده و نه خطایی داده و مشکلی نداشته به هیچ وجه و کار درست رو از این نظر ایشون کردن که به طور میانگین توی اروپا هر ماشین هر 30,000 کیلومتر کاتالیزورش سرویس میشه و همین سرویس و شستشو باعث میشه که اون خراب شدن و تعویضی که شما در نهایت کاتالیزور ماشینتون رو انجام میدین به تعویق بیفته و این هزینه اضافه رو شما خیلی دیرتر انجام بدین. ولی اگر این سرویس انجام نشه و شستشو داده نشه سر موعد، این خودش تبدیل به یه هزینه خیلی بیشتری میشه که بعداً شما باید یا با تعویض یا تعمیر کاتالیزور این کار رو انجام بدید. همونطور که میبینید با مواد مخصوص ما کاتالیزورشون رو شستیم و کاتالیزورشون داخل مواد هستش که مشاهده میکنید داخلشو. این خدمات هم ما با ضمانت داخل این مجموعه انجام